چطورین؟ قشنگین خوبین؟ حاضرشم بریم بیرون. اگه گفتین کجا دوره باورتون نشه به چه دلیلی داریم میریم بهتون میگم. حتما تا آخر ویدیو با من همراه باشین تا بهتون بگم. البته 2 تا جا میخوام برم، یکیش که نزدیکه، جای اولی که میریم نزدیکه برم، جای دومی که میریم 40-50 دقیقه تو راهی. حدس بزنین کجا داریم میریم. زودی تو کامنت ها بهم بگین برم چند درصدتون درست حدس میزنین کجاست که تو باته. 45 دقیقه فاصله داره. بریم بشیم. لیتس گو. خب بچه من این منم رو لولول کردم، این منم رو صاف کردم. بگیم به نظرتون اینجوری بیشتر به من میاد موی لخ یا اینکه یه ذره بنگوله پایینش؟ تو کامنت ها بهم بگین حتما. دوره برش هم میتر کنم یه دوره که پیچیدم اینجوری میرم بکنم که پایین که لولش اینجوری شه از بالا بیفته، اینجوری نره رو به بالا. اینو بقیه نگرش میدارم اسی که من همین کار میکنم. فقط چند بار اینجوریش میکنم این حالت نگه میدارم. کم شد، کاش اینو کلیپس میزدم. اینو من اینجوری میکنم. اینو که میزنم آنته خوش میشه، خنک که میشه همینجوری میمونه. خب اینم اینجوری پیچ این کولر که روشنه. یه 5 دقیقه این موهاتون تو همین حالت اگه خنک بشه همینو تو فردا پس فردا داریم. بچه یه آپدیت جدید میخوام بهتون بدم. یه لحظه. محصولات کوزارکس رو که خیلی توی فضای مجازی پر شده بود و کلی آدم اومده بودن هی راجبش تعریف کرده بودن، بلاگرای خیلی معروف هم مخصوصا که اومده بودن هی تعریف کرده بودن میگفتن خیلی خوبه بریم بخرین. البته من با حرف همونا رفتم اینا رو خریدم. این قیمت اینی که من خریدم 900 تومن، قیمت اینم 900 تومن، سرجم میشه 1800. و اینکه هیچ کاری برای پوست من نکرد، هیچ کاری. حتی اگه الان تازه من 3 بار یا 4 بار استفاده کردم، من اصلا چیزی نخوردم که بخوام آلرژی بزنم، جوش بزنم، هیچی. یه دقیقه بذارید نور روشن کنم. اگه ببینین این که بود، اینا همه جدیده، اصلا نداشتم تا حالا. انقدر که این محصولات داغونه، اصلا که این محصولات ارزونی نیستش که به اسم آبرسانی میفروشن. من اینو گرفته بودم، الان چند ماه استفاده میکنم. یعنی به جای این که اون 2 تا رو بگیرم الان میتونستم 2 تا یا 3 تا از این داشته باشم. الان خیلی هم از این آبرسان اورال راضیم، واقعا خیلی خوبه. بعد رفتم پول به چی دادم، خیلی ناراحتم از این که کوزارکس رو خریدم و خام تبلیغات دروغین بلاگرایی رو توش دارم. هم واقعا نستشم بیام تجربه واقعیم از استفاده از محصولای کوزارکس بهتون بدم، چون که خیلی آدمای معروفی اومده بودن اینو تعریف کرده بودن. چون کره خیلی به پوستشون میرسن، از اینا میزنن، چون پوست کره بهترین پوست دنیاست، اونا از اینا استفاده میکنن. چرت پرت. الان من اینا چیکار کنم؟ تو من پول اینا دادم، من چیکار کنم؟ خلاصه که اینجوری خیلی تحقیق کنید راجع به چیزی که میخواین بخرین، نرین سمت اینا، چیز عامه بخرید. من خونه زدیم بیرون،
شاید باورتون نشه واقعا که ما از تهران داریم میریم کرج یه چیزی بخریم خوردنیه. اگه گفتیم چیه باورتون نمیشه، یعنی اینجوری بگم که باورتون نمیشه چی باعث شده که من 45 دقیقه تو راه کرج باشم امروز برم یه چیزی رو بخرم برگردم خونه. حدس بزنین ما عاشق بستنی های دهاتیم، ماستا بستنی و کلن لبنیات های بستنی دهاتی هستیم، قشنگ فنشیم. آره داریم میریم یه دونه بستنی بخوریم و 2 تا دبه ماست بگیریم بیایم خونه که چه کار کنیم آبدو خیار درست کنیم باهاش. ولی واقعا خوشمزه است. من ماست رو دست بستنی دهاتی نخوردم، خیلی خوشمزه است. اگه نخورین حتما امتحان کنین. ما یه بار که داشتیم از شمال برمیگشتیم تهران سرچ کرده بودم که بستنی دهاتی بعد پیدا نشده بود توی این سمتی که داریم ما میریم. ما از سمت رودبار رفته بودیم. آره اون سمت اصلا بستنی دهاتی نبود. بعد سرچ کردم دیدم کرج مگه بستنی دهاتی داره. آره خلاصه که فهمیدیم که تو کرج هم شعبه زده بستنی دهاتی دیگه. خیلی خوشحال قبراه من راه دادیم رفتیم اونجا دیگه. الان مثلا 4-5 ماه یا میگیم برامون میگیرن میفرستن یا که خودمون هست بریم میریم میخریم. یه خلاصه که گفتم که امروزم که تعطیله اینجوری هست. آها بعد کلی هم میخوام برم. اوه چه تصادف بدی شده. چه نگاه. بعد کلی میخوام هم جینگل بینگل بگیرم خوشگل کنیم. این جینگل بینگلی های رنگی رنگی بزنم. بچه های کرج بیان اعلام حضور کنن ببینیم چند نفر داریم. این پاساژ خیلی بانمه که توش مهستان کرجه و توش هر طبقه رو که میری بالا پله نداره، با شیب طبقه ها بالا پایین میشه. بیاین خیلی خوبه. این بود پاساژش، خیلی باحال بودش معماریش. از اونجایی که گفتیم این همه راه اومدیم حیفه که فقط ماست بگیریم ببریم خونه. ماستونون آبدو خیار رفتیم خرید کردیم. کلی خرید. برای کلی خرید بهتون نشون بدم کیف کنیم با هم. فکر کنم اینجا یه ماشین آتیش گرفتم. یا خدا ایشالله که سالم باشم. نه ترکه چی ها افتاده پایین. بالاخره رسیدیم. ما این همه بارو بندیم تا متاسفانه دستم خورده و اون قسمتی که میگم که میخوایم ناخونامون رو درست کنیم پاک شده. بعد اینکه آره میخوام ناخونامو درست کنم. الان براتون در حین درست کردن ناخون تایم لپس گرفتم. الان میبینین بوسه کلتون.
تموم شد بالاخره. من نجاده. بچه ها جونم ولاگ امروز رو دیگه تموم میکنیم. من یه سری خریدای دیگه آبدو خیاره مونده، فردا خرید میکنم، ولاگ اونم میذارم حتما. بعد اینکه دیگه خیلی دوستتون دارم، بوس به کلتون. ممنونتون میشم که منو سابسکرایبم بکنین، لایک کنین، کامنت بذارین حتما برام، من همه رو میخونم. و اینکه اون زنگولرم بزنین که هر وقت پست جدیدی استوری جدیدی گذاشتم حتما ببینین دیگه. بوس به کلتون، عاشقتونم.